السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارک و تعالی بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر تمام نعمت‌های خوبش، تمام نعمت‌های مفید و ارزشمندش، به خاطر برنامه‌های بسیار عالی قدرش، یکی از بهترین برنامه الله سبحانه و تعالی همون ماه است که ما و شما در انتظارش هستیم، ماه مبارک رمضان که خیر برکت این ماه دیگر الله خودش میدونه، حد مرزی نداره. واقعا این نعمت بسیار عظیم است. بسیار مردم رمضان نمیدونن هدف اصلیش، یعنی که باید اون خیلی باید بدونن، بشناسن، نمیشناسن. بسیارش فکر میکنن فقط یک امتناع از خوردن نوشامیدن است، یعنی منع کردن از خوردن نوشامیدن است. نه که در واقع این خیلی نیست. این عبادت بسیار عظیم سنگین است، بسیار کلان است. رمضان یک مدرسه است، یعنی مدرسه انسان سازی است. انسان رو میسازد، انسان رو درست بکنه. بسیار مردم پایین مقصد اصلی رمضان یا که بسیار از ما انسان اصلی میگن همین خیلی مردم که میگیرن حرکت میکنن میرن برابر مردم تفکر نمیکنن. مثلا رمضان مطالعه میکنن بفهمن رمضان چیه. سبحان الله. در حدیث و در قرآن و خصوص در حدیث چه خطر برای رمضان، در خیر خوبی رمضان گفتگی است، برای که برای ما و شما، برای انسان ها. الله سبحانه و تعالی ما و شما را سبحانه بهترین نعمت، یکی از بهترین نعمت عقل است، درک است. عقل کنیم، تعقل کنیم و درک کنیم، بفهمیم. همین خیلی که انسان ها چه خیلی شده همین خیلی حرکت کنیم. بعد ما از این عقل که الله سبحانه و تعالی برای ما شما عطا کرده بوده است استفاده باید بکنیم. و در اینجا باید تفکر بکنیم. روزه بسیار عبادت است و بگیم ثواب و ثمره بسیار دارد که انشاءالله خیلی نزدیک است. ما که در نیمه ماه شعبان قرار داریم، تقریبا دو هفتگی بوده است انشاءالله. میخواستم کمی صحبت درباره چه خیلی آماده کردن، چه خیلی تیاری دیدن برای استقبال و ملاقات ماه مبارک رمضان. که وقتی که ما و شما در ماه رمضان که خداوند تبارک و تعالی وقتی که ما و شما را عمر داد، وقت داد، مهلت داد، ما تیار باشیم، آماده باشیم برای گرفتن و ملاقات این ماه مبارک رمضان. ابن رجب رحمت الله علیه میفرماید که دلهای پرهیزگاران، دلهای مؤمنان خوب و متقی به طاقت شده در نسبت ماه مبارک رمضان. هرچند که واقعا هرچند که رمضان که نزدیک شود اینهای ما و شما دیگر به طاقت بشن از خرسندی رسول الله که سبحان الله چه ماه پرفیض برکتی است. وقتی که میفرماید وقتی که رمضان میرود جدا میشد از بندگان خوبی الله سبحانه و تعالی با دلهای اینها در نوله میگردند، سنگین وزگین میگردند. روز همین خیلی است که بر وقتی آمدن ماه مبارک رمضان خیلی خرسند هستیم، خیلی شاد هستیم، اما وقتی میرود خیلی غمگین میشیم، خیلی سنگین میگردند ما و شما. سبحان الله. وقتی یک مهمان عزیز در طول سال وقتی به سفر میرود، سبحان الله، وقتی که ما و شما میفهمیم که دوستی ما عزیزی ما برمیگرده خانه، میاد چقدر ما خوشحال میشه، افتضاح میشیم، خونه رو منظم میکنیم، تازه میکنیم، پاک میکنیم، خوب میکنیم. برای چی؟ برای دیدار دوستمون. سبحان الله. رمضان
از این بود دوست عزیز میشه همش تمام رمضان شب و روزش تمام لحظاتش دقیقاتش برای ما شما فایده هست. بسیاری از مردم از رمضان بگم یک مقصد رمضان نفهمیدن و نوتوری فهمیدن. خیلی گفتم رمضان روزه فقط یک منع شدن از غذا از نوشابه ها نیست. همه انسان را برمی‌گیرد. اخلاق شد، ادب شد، کردار شد، درون شد، ایمان شد، عبادت شد، همه را درست می‌کنه، صحیح می‌کنه. ولی برای فهمیدن برای که رمضان یعنی بزرگی این رمضان چقدر که ما همیشه میشنویم که در این ماه رمضان در این ماه پربرکت الله سبحانه و تعالی دروازه های بیشتر باز میکنه، دروازه جهنم محو میکنه، شیاطین ها بسته میشه در زنجیر ها و در گروه ها، خیر برکت فراوان میشه. سبحان الله اینا چیزای ساده و رسوم نیستن که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید قول الله یعنی الله سبحانه و تعالی نسبت روزه میفرماید یعنی روزه یعنی چی؟ ثواب و ثمره‌اش قال رسول الله صلی الله علیه و سلم كل عمل ابن آدم له الا الصوم تمام اعمال فرزند آدم برای آدم است برای خود انسان است الا الصوم مگر روزه فإنه لي وأنا أجزي به روزه برای من است و من پاداش روزه را میدم. روزه برای من است و من پاداش روزه را میدم. ولی در حالی که تمام اعمال برای الله است و تمام اعمال الله سبحانه و تعالی اجر پاداش برای ما شما میدم. برای چی روزه را میگم؟ جبر ما شما دقت بکنید روزه رمضان والله کسی اگر روزه را از دست بده خیلی از زیانکار میشه. یک ساعت یک لحظه خریده نمیشه. رمضان و روزه را یک لحظه یک دقیقه خریده نمیشه. این رحمت پروردگار است تمام. ولی هر کس هست یک مثال میزنم یک تفکر کنه این طرف هر کسی باشی در هر طبقه که باشی هر کارگر که باشی اینجا گوش کنید زمانی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم درباره نماز صحبت میکنه میفرماید رکعتای فجر دو رکعتی نماز فجر سنتش خیر من الدنیا و ما فیها خیر من الدنیا و ما فیها دو رکعت سنت نماز بنده بهتر از دنیا است و هر چی در دنیا است. و در رمضان سنت نماز بنده داری فرض نیست فرضا به جای خودش. ولی تصور کنید بیان ما و شما در اینجا کشش نمیم همین بیرون چند پول است 14 فقط 15 میلیون است باز بدر که نماز نمیگوید این گفته محمد رسول الله سبحان ما چیکار کنید در اینجا هستیم با چی کاره مشغول هستیم ولی فقط این بیلدین تمام بیلدین خونه ها بچه بروکلین چقدر پول میشود همین تمام نیویورک هم تمام امریکا تمام دنیا رو چقدر پول میشود الله خودش بده چقدر مبلغ میشه چقدر بایگانی میشه پلوس تمام بایگانی دنیا را تیلا نخره بیلیان چون تیلای سیاه نفت تمام چیز جمع کنی الله خودش بدونه چقدر خدا خودش بدونه چقدر پول میشه میفهمی که بدر که نماز باندو نمیبره بدر که سنتش ولی روزه بدر خجالت فرضا بدر خودش ما چیکار میکنیم در چیکار بارد در چی کار مشغول هستیم چقدر از ما نمازها قضا میکنن چقدر لا حول ولا قوة الا بالله روزه نمیگیرن از اون یک بهانه میکنن خیلی شده ولی یوش مثلا ولی یوش چقدر ما
کودک حال می‌کنن یوش مال بعد نماز می‌خونیم حال بعد روزه می‌گیریم حال بعد حج می‌رن نیست نماز نکنم کدی میو آیا حج کردن آیا روزه گرفتن نیستن این دو شیطان است تصور بکنید که تمام بایگانو بدل کارسنت نماز بوندا نمی‌مونن رمضان روزه سبحان عجیبی الله خودش می‌دونه یعنی خیلی دنیا رو خودتون چی قدر هستن با تمام بایگانه باشه از کجا بتونی که انسانی که از دست داده رمضان با دست برنم این فضل الله است این رحمت خدا است دست کم نگیریم به اهمیتی نگیریم والله که بسیار خسران میبینیم هر کس که سالم است درست است به قدری میرن به اهمیتی میکنه سبحان الله این میدونه چی است از حسن بصری رحمت الله علیه که از عالمای مشهور تابعی است میگه این رمضان الله سبحان الله میدان برای مبارزه برای صدقات ایجاد کرده تا بندگان الله اینجا مسابقات کنند یک فوتبال مسابقات میشود چقدر مردم آماده میکنند چقدر طراحی برنامه رو میریزند برنامه‌ریزی میکنند چقدر مشق چقدر سبحان الله هیچ ارزشی نداره نسبت به رمضان هیچ ارزشی نداره و یک دقیقه ثانیه رمضان رو اینقدر دغدغه‌ها و قرار مهنت‌ها و زحمت‌ها میکشند سبحان الله اینجا باید برنامه کشید پیش از رمضان پیش از آمدن رمضان باید برنامه کشید چیکار کنیم در ادامه حسن بصری رحمت الله می‌فرماید که جای عد یعنی که در این میدان مسابقات در رمضان ببینید گروهی که پیشین میگیرن یعنی در اعمال صالح صدقات میگیرن از دیگران پیش میشن سبحان الله مهنت زحمت بکشن پیروز میشن با فضل الله اما گروهی میبینه که سستی تعمالی میکنن عقب بزنن زیان میبینن ضرر میبینن جبران نداره باورتون این رحم پروردگار است اما میگه جای تعجب است که بسیار مردم در خواب غفلت است در رمضان میرن اونم خواب است سبحان کی بیدار میشن انیخ میدونن کی بیدار میشن کجی کو در تاریکی گو میزنن بعد بیدار میشن اینجا این در سر قبل دیگه فایده نمیکنه سبحان الله حاصل خداوند ما را یعنی که شانس داریم ما زنده هستیم تمام اقتدار توان باید چه کنیم استفاده کنیم میدان مسابقات سبقت از دیگر رو پیش سبقت گیریم بنابر یک از کنیزاش به من خوب دیدم که یعنی که در سبقت سفر شد در سفر هم یعنی که فقط یک انسان آماده سفر شد تمام فهمید چی مقصد داری خوب چی دراب چی خطر گریه کرد یعنی که من در حال سفر آماده نبودم یعنی من از دیگر قفا زدم یعنی خیلی راش که انسان زنده هستن انسان پرفهم و درک انسان مؤمن متقی یعنی انسان حی زنده هستن هر کس که از الله دور شد از دین الله دور شد رو به شهوات آورد دست به محرمات و زد این انسان زنده نیست اگر چی راه بگرده لیکن در حقیقت نگاه کنی این مرده هست در انسان چی میکنم در روز راه میگردم همون مثال این از همون ما مثلا از پیغمبر خدا از حدیثش سوال میکنیم که مثل الذین یذکرون الله و مثل الذی یذکر کمثل الحی والمیت یعنی که مثال دستون کسی که یعنی در عبادت الله هست الله عبادت میکنه و ذکر میکنه همیشه بده که در راه خدا هست خداوند در عبادت با اخلاص و محبت و کسی که عبادت نمیکنه از خداش دور است از پروردگارش دور است خدا که خلق است الله که لقمه به طعامش میده الله که همه کار میکنه از اللهش دور است ناشکری میکنه دوری میکنه رو به محرمات آورده است دست به حرامات میزنه ترک نماز و روزه دیگه میگه این مثال انسان مثال مرده است یعنی انسان مرده هست انسان زنده نیست بعد میگردیم بسوی چی؟ بسوی رمضان بسوی روزه الله سبحانه و تعالی میفرماید فانه لی حقا که رمضان روزه برای من است ولی همه عبادت برای الله هستند خالق مهربان دوست عظیم قدرتش به نهایت انتها است تمام هستی را خلق کرده تمام چیزها آرزو میکنن و حرکت
میکنه که بنده الله شه و الله عبادت میکنه و غیر کافر. کافر هم که باشه روحش معنویت روحش الله سجده میکنه، روحش الله عبادت میکنه. تمام چیزا حیوان ها در حتی نباتات چیزای غیر ذی روح آرزو میکنن و مقصد شده یعنی که الله عبادت، تمام چیز الله عبادت میکنه. الله عظیم است. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. یگان چیزی نیست در روی دنیا الله تعظیم نکنه، الله عبادت نکنه و آرزو نکنه که خیلی قربان الله کنه، مگر شما نمیفهمید. ما نمیفهمیم تمام اشیاء چیز در همه چیز الله عبادت میکنه، فقط ما انسان نمیفهمیم چون در امتحان هستیم. تصور اگر بفهمی که ببینی که گاو گوسفند در همه چیز در فردا الله عبادت میکنه، این رو پوشه امتحانی است. این دور امتحان است. ما را الله میسنجه، الله ما را میسنجه. پس ما هوشیار باشیم. چقدر الله سبحانه و تعالی در قرآن ما را بیان راهنمود میکنه، اما گوش که بشنوه که انسان گفتن درک نه خداوند رحم کرد. پس رمضان ما است با ما تیار ببینیم، فن فعل دیگه نکنیم. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بفهمن همه دنیا، امریکا، اروپا، روسیه، تمام دنیا تمام چیزا خداوند برای امتحان خلق کرده. این ها یک میشه والای صاف میشه، یعنی دامپام نمیبینیم اینجا، بیلدینگ نمیبینیم، نمیبینیم، یگان چیز نمیبینیم در دنیا، فقط زمین صاف میبینیم تمام، چون که برای امتحان یگان چیز نمیمونه. پس ما را دنیا کار ما از خدا دور نکنه، رمضان دور نکنه. کاری نکنه که سال گذشته برادر که خطاب او بکنم که بگفته این خیلی انسان نمیدونه سال دیگه میگیرم سال رمضان از دست دادی، این سال رمضان از دست ندید. این فایده اختار نمیتونی با دست بیاری دوباره بیا. این رحمت خداوند است. این جعلنا ما علی الارض زینة، تمام چیزایی که در روی زمین است خداوند اینا میگه برای زیر زینت، برای امتحان خلق کرده. لنبلوهم ایهم احسن، تا ما اونها را سنجش کنیم که کدوم شکلش کار خوبتر بهتر. ای بندگان الله میفر کاری بهتر خوبتر، یعنی خدا میفکی ببینه ما و شما بندگان شد کار اعمال خوب نه خوبتر انجام دهیم. دو کار اگر باشد یکی خوب یکی خوبتر، خداوند دوست بداره ما و شما یکی کار خوبتر انجام دهیم، ولی کار بد بدون خودش نعوذ بالله خداوند پناه بده، کار بد حرام است. این لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، حتما الله میگه و حتما هر چی که در روی زمین هست ما میبینیم در این دنیا خدا میگه من صاف هموار میکنم. یک کجی چقدر پستی پیدا نمیگه روز نیستم میگم نماش برای چی اصلا زیر زینت ما رو ما میسنجم. رمضان آمد خداوند کار میتیه ایش میتیه اوش خدا میسنجم و چکار میکنیم. پس ما یگان چیز یگان مال دنیا از رمضان از روزه از عبادت الله دور نکنه. دعا کن در همیشه خداوند کمک میکنه. پس اینجا الله سبحانه و تعالی فرمود که الصوم لی و انا اجزی لی، روزه برای من است، من روزه را پاداش میدم. برای چی روزه؟ برای تعظیم بزرگترین رمضان و این لوگه همه کارهای اعمال خوب برای الله هست، مال الله هست. اما اینجا وقتی که روزه را گفت مال من است، برای من است، یعنی این تعظیم و بزرگداشت ماه مبارک رمضان روزه است. و انا اجزی بی، پس پاداش رمضان چه است؟ ما فهمیدیم که درکت سنتی نماز بامداد از تمام دنیا و تمام بایگاری دنیا قیمت است. پس روزه چقدر باشد؟ سوال اینجا روزه چقدر است؟ آیا یگان کس میتونه از قرآن از حدیث بگه این قدر است رمضان باشه؟ خداوند حدیث قدسی گفت و انا اجزی بی، من پاداش روزه رو میدم. من نمیدیم چقدر الله خط میدیم. پس سبحان الله چقدر از ما هستن که روزانه نماز قضا میکنن.
به خاطر کسب کار دنیاش هزار یک بهانه میکنه. روز چند کار بگیم $100 $200 خیلی $10,000 باز هم بدر که نماز روزه نمیبره بدر که صلات بامداد نمیبره ولی فرض روزه بجای خودش با چی کار مشغول هستیم؟ اینا ما حدیث میخونیم بعدشان بگذاریم بعدش انشاءالله و صیام جنة این حدیث خودی صیام جنة الصيام روزه سیپر است سیپر میدونید چه؟ یعنی اون کسانی که جنگی آدمای جنگی در جنگ میدارن سیپر آهنی دارن خشم نگاه میکنن شمشیر دیگه چیز روزه همین که سیپر در مقابل آتش جهنم است میشود که یکان چیز بیاد در مقابل آتش جهنم خود سیپر کنن بیزنس شهرت کار مال منصب زن فرزند ولی هر چیز نمیتونن الصيام جنة پیامبر میگه اون روزه است که در مقابل آتش جهنم گرما سیپر میشه انسان روزه رو نگاه می‌داره والله انسان وقت تشنه میشه عقل خوب میشه آماده است تمام گویگری شد که تو یک تشنه میشه بعد طرف کنه این واقعیت داره ولی آتش جهنم بر جای خودش میدونه که الله سبحانه و تعالی سوره معارج مفهومش هم وقتی دارم وقتی انسان در جهنم میغلطه عذاب سخت نمیکشه والله همه چیز ارزش آماده است که بود یک شب که اون شب بخره از جهنم آماده است زن شب بتید فرزند شب بتید پدر شب بتید موت و جمیع و تمام خشم و تمام مردم که در اون دنیا اگر 10 میلیون آدم باشن میلیارد آدم باشن اگر آماده است هم 10 میلیون آدم بتید و خودش فیدیه بشه بخره مکلف میگن مکلف ترویز دیگه نمیشه ولی مقایسه کنیم ما حیات هستیم زنده هستیم ما را کار بار و فار رفیق جوره و تنیش دیگه چی ما را ای خدا و ای روزه و ای نماز نزنه قیامت خیلی سخته ولی ما زنده هستیم قدر حیات نمیدونیم کی میدونه قدر حیات کسی که در کجی گفت در مرد نکنه از بهش بخیر یعنی واقعا همه خلقی ما را دنیا بهش خواهی میفهمیم ولی این سخن از خود نمیدونم همه سحری نماز در فجر بامداد سوره اول قرائت کردیم سوره الله سبحانه و تعالی در باره خلیلش ابراهیم خلیل الله صحبت میکنن وقتی که بتپرست نکردن ابراهیم سلام همش شکست مگر کارمش همون آخر قصه وقتی که مشرکا بتپرستا میگه چوی کار کردن میگه همین کارمتاش اگر پرسش اگر گاب زنم پرسش شما پرسه الان اگر باید گاب زنم خدمت فرجعوا الى انفسهم میگه در حیرت زنم گاب نمیزنم در چی چیزایی روشن گاب نمیزنم فرجعوا الى انفسهم یه برکش رسول نفس خودش یعنی بخیل اومدن واقعا ما هنوز از این بسیار بخیل نیستیم ما اخیر بخیل شدیم فکر می‌کنم در روزه همین خیلی عرقی رفت سبحان الله ایست اینا یک لحظه درتش خریده نمیشه درکت مامون نمیتونی خریده نمیتونی روزش میزنی سروش میزنی یک خونه خریده نمیتونی ما عجب میشه هر روزی ولی من نمیتونی یک روزش یک ماه یک سال نه یک ساله درتش خریده میشه این رحمت پروردگاره این پول مول بودن نمیشه چقدر گفتم درکت زد بامدادم بس یعنی که فرجعوا الی انفسهم اینا برگشتن به سوی نفسشون بخیل اومدن نشد بیدار شدن چقدر از ما تا روزانه گفتن چیکار بکنیم کار تاکسی میرم سبحان الله چقدر تاکسی کار که روزانه نگیم در کار شما اگر روزانه تاکسی را کار نکنه اگر کی سبب شما صبح سلامت باشه برای که روزانه نگیره خوش روزه را بگی اصلا مقایسه کرده بشه نه خوب بزنید 300 چی بشه روز اگر خیلی دونی اگر 14-15 میلیارد دلار کار بکنی اگر در کاسه خریدن نمیتونی بکنی ولی که رمضان بجای خودش این شوخی بازی نیست ما در دنیا زندگی میکنیم ما ببینیم همه چیزا الله سبحانه و تعالی کارش بیان حقیقت
چیزایی که خلق کرده است کوه دریا اقیانوس‌ها یا همه قدرت الله از ما همه با چشم میشه مشاهده کسی این خوب خیال نیست یعنی یه حقیقی یعنی کار فعالیت کنیم اما ما از یعنی که بخیر بیایم از روزه دور نشیم روزه رو نخوریم مگر کسی که از شرعی کسان باشه بیمار باشه یا که مسافر دیگه غیره و اینا که روزه را گرفتن نکنه در ادامه حدیث می‌فرماید که وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر ببینید ادامه‌اش یعنی روزه گرفتن فقط نباید شکم روزه‌دار باید باشد بلکه تمام اعضای وجودی ما باید روزه‌دار باشد چه دست چه پا چه زبان چه گوش چه چشم چه بینی همه اعضامون بدن باید روزه‌دار باشد روزه یعنی پرهیز از گناه و معصیت اینجا پیغمبر الله صلی الله علیه و آله و اذا كان يوم صوم احد زمانی که شما اگر روزه‌دار باشین روزه که گرفتین فلا يرفث شما بدگویی نکنید دشمن نکنید حقارت نکنید چون روزه هستیم یعنی روزه نه فقط خودداری از خوردن آشامیدن و از زن دوری کردن در استرس افتادی تا غروب آفتاب بلکه چی خودداری از دشنام خودداری از کارهای بد سخنهای بد دروغ تهمت غیبت سخنچینی بد گفتن از تمام کار یرفق بنا خودداری کردن فحتی فإن ساب أحد أو قاتله اگر رفتن میگه شما رحالت روزه‌داری شما را یگان نفری دشنام داد حقارت کرد یا میخواد با شما جنگ بکند دعوا بکند فلیقول اینی امرؤ صائم من روزه‌دار هستم یعنی روزه کارخانه آدم درست کنی روزه و رمضان یعنی فرهنگ تمدن پیشرفت اخلاق ایمان همه یعنی وقتی که یک جهاد جاهید و تو ای شخصی انسانی روزه‌دار ای بنده خدا وقتی که روزه میگیری وقتی که جاهید یعنی شما جاهید نیستید وقتی جاهید بر شما که اقوال دشمن داد که می‌خواست که جنگ بکنه شما این نیستید رو پشت رو برام رو بگردم پشت برام درگاه گرفتار نشه بحث نظر اقوال دشمن نکن یعنی رمضان چی هستی فرهنگ است رمضان تمدن است رمضان انسانگری است نه فقط خودداری از خوردن و آشامیدن پس ما و شما کاری نکنیم که روزی که روزه داریم و روزی که روزه خیریم همش برابر شود فرق میکنه اصلا که این کارهایی که انسان باید حقیقت در طول حیات و زمانی که زنده است نباید دشمن کنم نباید غیبت بکنم نباید دعوا و جنگ دعوا کنم و این شب خوب و اون شب خوب این شب بعد اون شب فرق شب نه این کارهای بی مسلمانیت اسلام نیست اما در روزه با حتما با این کارا کوشش نکنه این کارا چون که روزه دار است روزه یعنی همه اینا در بر میگیره اخلاق رفتار کردار سخن همه را میگیره هرچه اگر برای روزه بگیم بازم کم است بازم کم گفتگی سبحان الله پس پیش از آمدن ماه مبارک رمضان ما خودمون آماده بکنیم آماده بسازیم تیاری ببینیم تا همین خیلی رمضان نگذره خبردار نشیم یعنی که پیشوایان ما و شما سلف صالح رضی الله عنهم اجمعین ببینید وقتی ما تاریخ ببینید چقدر اوشیخ دارن اوشیخ رفتن سبحان الله میسوختن ناله میکردن میریم به سراغ سخن معلا بن فضل میفرماید که كانوا يعني الصحابه رضي الله عنهم اجمعين يدعون الله 6 اشهر
ای یبلغهم رمضان، یعنی صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، کسانی که در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم و فروغ تحصیل شدن و میدونستن رمضان یعنی چی. جایگاه رمضان در نزد الله سبحانه میدونستن که بسیار عظیم و بالای جایگاه بالایی داره. میفرماید که 6 ماه پیش از رمضان دعا میکردن، از خدا طلب میکردن که خدایا ما را به رمضان برسون، پروردگار ما را به رمضان برسون. 6 ماه. ولی کدیه که ما 6 ماه پیش در فکر میزنم که رمضان میاد تیاری میدست. ثم يدعونه 6 اشهر ان يتقبل منهم. بعد از اینکه رمضان میاد 6 ماه دیگه با دعا میکنن خدایا رمضان از ما قبول کن، خدایا رمضان از ما قبول کن. احوال ما را مخلصه کردن خیلی بسیار خیلی ما واقعا همیشه دنیا ما را فریب کردیم. هرچند بگیم ماشاءالله شاید باشم انشاءالله، اما واقعا نگاه کنیم مولی ما شما فریب دنیا شدیم. ما میگم دنیا فریب نکرد، واقعا خود میتونه که ما فریبتر دنیا شدیه. احوال ما که امروزا داریم احوال پوچوهیه، پوچو. زمان صحابه پیغمبر صلی الله علیه و کسی زن می‌داشت برای اون سواره می‌داشت، خر اسب شتر بود، یا خودی میگم می‌داشت مگر این تمام پوچو بود. ما سبحان الله زن داریم، فرزند داریم، یک سواره، یک ماشین، چند ماشین داریم. چقدر الله سبحانه نعمت در کار میکنیم فضل خدا، اما چقدر صد دیدی خدا نسبت عبادت. این واقعا اگر ما سیستم کنیم تنبلی کنیم این خود را فهم بکنیم، دیگر نه خود ما ضرر میبینیم. یک از دیگر نه سخت‌ترین و خطرناک‌ترین فهم فکر انسان خود فهم میکنه. الله که ذکر نکرد، عبادت نکرد، روزه و رمضان نکرد، خود فهم کردی، خود فراموش کردی. ولا تكونوا كالذين سوء فانساهم انفسهم. شما بندگان الله میفرماید مثل کسانی نباشید که الله فراموش کردن، دنیا و کسب و دنیا گفتن فراموش کردن آمارا. در واقع میگن الله سبحانه و تعالی یا خود چرا فراموش کردن، منو نه فراموش نی، من فراموش نی خود شما. پس هر که رمضان نگیرید خودش در خودش فریب کرده، خودش ضرر زیان میرسونه. پس صحابه پیغمبر خدا 6 ماه پیش از دعا میکردن و 6 ماه دیگه دعا میکردن که چی؟ یعنی که خداوند دعا میکردن که خداوند بر رمضان برسونه و 6 ماه بعدش دعا میکردن که خداوند این رمضان از ما قبول بکنه. ما از الله سبحانه دعا میکنیم که خداوند ما رو بر رمضان برسونه و رمضان از ما و شما قبول بکنه. همین خیلی احیا بین ابی کثیر دعا میکردن اللهم سلمني الى رمضان وسلمني رمضان. خدای ما را رمضان سلامت سالم و سلامت نگه بده و رمضان را نگه بده. پروردگار بس رمضان از من قبول بکن. عاشق بودم. خدا انس بن مالک رضی الله عنه خادم رسول الله صحبت میکردن که وقتی که ماه رجب می‌درمد، یعنی 2 ماه رجب شعبان رمضان، وقتی که ماه رجب می‌درمد پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پروردگار ما را در ماه رجب و شعبان برکت یا الله برکت بده و ما را به رمضان برسون. اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. هكذا علماء می‌فرمایند که سلام صالح یک چیز خوب دارد. چه قولی باید است که الله سبحانه و تعالی در رمضان میشناسد، اما رمضان گذشت الله نمیشناسد. چه انسانی باید است که فقط در ماه مبارک رمضان الله میشناسد، فقط در ماه مبارک رمضان عبادت میکنند، روزه میکنند، نماز میخونند، قرائت میکنند، تهجد میکنند، اما که رمضان که گذشت تمام مسجد خالی دیگر، نماز تمام تعطیل، تمام باش جمع شد. خب چه بس نه خب چه بس
چه قومی بده هستند؟ در حالی که الله سبحانه و تعالی در هر ما در هر صورت در هر وقت باید انسان بشناسند و مسئولیت انسانگری همین است که هیچ گاهی از خداوند از الله کننده نشود کننده شی تمام در این دنیا شد نورا میشه بدبخت میشه انسان. برای نجات برای پناهگاه باید مستحکم کنیم ارتباط الله ارتباط با الله مستحکم کردن عبادت نماز روزه عبادت است که الله سبحانه و تعالی در سوره برکت حج میفرماید که حجر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین تا دمی مرگ پروردگارت عبادت بکن و بنده خوب الله هرگز از عبادت الله خسته نمیشود دلزده نمیشود. برعکس نعبرات عاشق شفته الله است عبادت خدا است. یک پشمپره میبینه از عشق محبتش در لپه در مشهد لپه میذاره آخر میسوزه پر بانش با اندازه یک کوپشه یک پشه داشت نمیموشیم چقدر از ما سبحان الله. خب وقت خیلی کم شد سرسری صحبت بکنیم انشاءالله پیش از آمدن ماه مبارک رمضان تیاری دیدن این است نیت الخالص انسان باید نیت خالص بکنه نیت بکنه که انشاءالله رمضان از اول تا آخر به خاطر الله میکنم وقتی عزمی سنگین کنه که یگان لحظه ثانیه دقیقش از دست نبتیم هر یک ثانیه دقیقش در راه الله استفاده میکنه عبادت الله سبحانه استفاده میکنه. دیگه فراموش نکنید اگر رفته و اگر ما خداوند نرسید در رمضان الله سبحانه تعالی اجر پاداش رمضان برای شما میده. خداوند واسه بعدیت انسان که نیت کرد اگر نیت خیر کرد یک اعمالش بنویسه حسنا اگرچه انجام نتیه اگرچه انجام نتیه نیت خیر کردش خداوند همون بنویسه یعنی اگر خدا رفته و ما شما اگر درستون ثواب ثمره پاداش رمضان برای ما شما بنویسه انما الاعمال بالنیت و انما لكل ما نوى. اما چقدر از انسانات سال گذشته بودن که انسان در رمضان نیستن سال گذشته با ما بودن روزه میگرفتن انسان نیستن اما نگیرم مقصد بعضی دوستان ما مسجد بودن اون سال با ما بودن رمضان یک جایی به اما این رمضان نیستن اینا برای الله خدا خودش میدن یا که چقدر انسان در که همینطور آماده ملاقات استقبال رمضان بودن اما نرسیدن یا که شبی رمضان از دنیا میگذرن چقدر از این مثلا از دنیا میگذرن ما نمیدونیم عجب کمیه نیت خوب کنیم عزم کنیم به خاطر الله. بعد دوم چیزی که دعا کنیم که خدا ما رو برسونه همون چیزی که مادر معاشر از آنها بیان میکنه که مثلا که از انس رضی الله عنه که پیامبر رسول دعا میکنن پیش که خدا ما رو برسونه به رمضان ما هم دعا کنیم خدا ما رو به رمضان برسونه. و اون سه چیزی که انسان باید بسیار آمادگی شده بین روزه بگیره روزه نافله زیادی چیزی که پیامبر رسول الله حدیث میگه که آمادی تیاری بدید برای رمضان یعنی که برای رمضان پیش که ماه شعبان روزه میگرفتن بعد وقت تقریبا همه ماه یک ماه روزه میگرفتن بعضی وقت نصف شهر نصف زیاد روزه میگیرن اما کسی اگر که بخواد که پیش ماه مبارک رمضان روزه بگیره تیاری ببینن یعنی که آخر ماه شعبان روزه نگیره 28 تا 29 مثلا تو که 29 30 چیزا روزه نگیره یعنی که با بین ماه شعبان و رمضان جدایی در روزه. بعد چیزی که هست دیگر چیزی که باید ما شما آماده بینیم تیار بینیم اون توبه است توبه خالص کنیم پیش رمضان. اما انسان باید همیشه در هر زمان و از هر گناهی پیش الله سبحانه توبه بکنه و خصوص در این ماه مبارک رمضان که اومده توبه کنیم چون که انسان وقتی دست به گناه میزنه رو به محرمات ها میان از این انسان توفیق عمل صالح کشیده گرفته میشه به سبب گناهش دیگر نمیتونه کم عبادت کنه. اما چیز دیگری است انسان باید آماده تیار شده باید کم بخوره غذای کمتر بخوره پرخوری انسان یعنی انسان تنبل میکنه دل میکشه کمخوری انسان نشاط میکنه یعنی که دل انسان نرم میکنه اینا بر همین یعنی که ما کم بخوریم تا نفس دم بتیم نفس دم گیره شکم یعنی دم بگیره و روح هم مثلا آماده کنیم تا رمضان خوب بگیره نفس بگیره انشاءالله.
نکاتی که باید ما ذکر میکنیم واسه بسیار کم وقت تمام شد. در آخر الله سبحانه و تعالی درخواست میکنه همه ما شما را سالم سلامت نگهداری کنید در رمضان و امسال و هر روزهای رمضان بسیار اختمال تبارک و لطف کردن خودش نصیب روزه ما و شما بگرداند. تمام جمعه مسلمان خطر مصیبات برطرف کنند. برادر و خواهرانی که از ما که از راه بیرهش که شیطان فریب کردن الله سبحانه و تعالی ما توفیق بدهد از دام شیطان رهاش بکند و هدایت موفق شدند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید برادران.